حاجلی دست شما درد نکنه آقا، عجب آبگوش دلی بود. نوش جان آقا، نوش جان. حاجلی راستی داستان این دمپاییه چیه؟ والا ما 1000 متر زمین این بالا داشتیم، رفتم پیش اوس محمد باش تا زدم این دمپایی رو گرفتم. اون اصلا دمپایی نداشت. آقا خوب شد گفتی، منم 2 دهنه مغازه کف بازار دارم، میخوام بکنش پاچه این اوس محمد یه دونه کمربند ازش بگیرم. شلوارم جدیدن شل وای میسه. حاجی این خیلی پخم است، برو شواس آقا فقط شما این مغازه و این زمینایی که دارید میرید به اوس محمد بعدا به درد بچه‌هاتون نمیخوره؟ نه بابا بچه مغازه نمیخواد که، بچه کمربند میخواد، اگه اشتباه کردی بیفتی به جونه. والا بچه زمین نمیخواد که، بچه دمپایی میخواد، اگه دست کمربند نفر که با دمپایی پرت کنی تو صورتش. آفرین، تازه بعدا ازمون تشکرم میکنم. آقا راستی حرف بچه شد، این آخر هفته تعطیلاته، یه برنامه کنیم یه پیکنیک بریم با حاج خانم اینا. آره آقا بریم یه آبگوشتی هم اونجا بزنیم. فقط شما زیرانداز دارید؟ ما که نداریم. آقا نگران اونش نباش، منم یه 3000 متر زمین اینجا تو شرق غرب دارم، اونو میکنم تو پاچه این اوس محمد، یه زیرانداز بزرگ میگیریم میریم با حاج خانم اینا قشنگ من که باید. فقط شما چند نفری حاج سهیل؟ داداش بستگی به این آخر هفته داره، فعلا که 7 نفریم. خیلی هم عالی. شما چی حاج علی آقا؟ والا من امروز